راه سالمی، راه نرمی، راهی که کس را به مقصد میرساند. این را اساس گذاری گشتن جدا جگر و کن قید کرده بود. ما به شما سلام عرض میکنیم، همدیاران و مخلصان، نفرانی که دلباخته گشتن جدا هستند. مقصد از آغاز ما از سخنان جگر و کن و اساس گذاری این رشته المپی به خاطر است که امسال پایتخت عزیز ما دوشنبه شهر مکان گرند اسلم می شود. حالا که ما از گرند اسلم سخن کنیم دوستان عزیز، لحظه می رویم با شکوه و شهامت نخستین گرند پری که سال گذشته در شهر دلربای دوشنبه برپا گردید. همدیاران عزیز، به خاطر روشنی و مژده رساندن از این یک پیام خیلی هم زیبا، گرند اسلم ما دعوت کردیم در پهلوی ما یگانه داور درجه المپی، همچنین دیرکتوری ورزشی فدراسیون جودوی تاجیکستان و مخصوصا همین مسابقات گرند اسلم رمزی شمیرов را. خب رمزی، من باور دارم که مخلصان انتظار بودند و عجیب در آن است که در یک مهلت کوتاه ما توانستیم که مسابقات را از گرند پری به گرند اسلم کنیم. چگونه به شما میسر گردید؟ رحمت کلون برای دعوت و همین صحبت. اولا میخواستم تمام تاجیکستانیان رو با این عید باشکوه که ما صاحب گرند اسلم شدیم در سال 2024، این یک رویداد مهم است در تاریخ جودوی جمهوری تاجیکستان و برای دنیای ورزش این یک چیز نهایت مهم است که در تاجیکستان گذراندن گرند اسلم. این اولین گرند اسلم است که ما انتظار بودیم. این سال‌ها که ما صاحب گرند اسلم شویم. ولی در این مدت کوتاه، یک سال نگذشته، فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان صاحب گرند اسلم شد. یک باوری برای ما بود که برای گذراندن گرند اسلم 2024 در دوشنبه. من میدونم که رمزی این کار سهل و آسان است و شاید تاجیکستان نخست کشوری باشد که پای هم 2 سال گذشته گرند پری بود و یک بار از گرند پری به گرند اسلم گذرد. این مرحله مشکل چگونه برای شما میسر گردید و میزبان گردید؟ بله، شما درست قید کردید که این مرحله کوتاه در گرفتن گرند اسلم این بینیات حیرت آور است برای همه کشورهای جهان که چرا ما صاحب گرند اسلم نشدیم. چون که پیش ما در استرالیا گرند پری گذراندن، در زاگرب در خرواتیا گذراندن، مدت 3 سال شده است، ولی و یا نتوانستند صاحب گرند اسلم شوند. دولت‌های همسایه ما ازبکستان در مدت 8 سال یعنی 8 بار گرند پری را گذراند، بعداً صاحب گرند اسلم شدند. این خیلی دیگر دولت قزاقستان در مدت 10 بار گرند پری را گذراند و صاحب گرند اسلم شدند 3 سال دا. و با ما میسر شد که در مدت 8 ماه بعد گذراندن گرند پری ما صاحب گرند اسلم شدیم. این برای آن است که برای گذراندن هر یک مسابقه اگر گرند پری را او سال گذراندیم، از طرف فدراسیون بین المللی جودو بعداً که ما تمام میکنیم مسابقه را حسابات داده میشد، حساباتی همه ساحه ها، یعنی از همون پیشوازگیری و تا همون برگزاری مسابقه و تا گسیل، همه همون مرحله هایی که هستند از طرف فدراسیون بین المللی جودو آدما دستور داده میشن که شما نظارت کنید و حسابات اصولای گرند پری چنان بلند بود که ما صاحب گرند اسلم شدیم. آفرین. در حالی که فدراسیون جهانی گشتن جودو IJF باور کرده است و فدراسیون جودوی تاجیکستان اکنون بار دوم و یک بار گرند اسلم میگذراند. خب رمزی جان، من میخواستم که درباره افضلیت گرند اسلم از گرند پری رو برای شما فهمونیم که این چگونه افضلیت دارد. مثلا ببینید، ما میدونستیم گرند پری مسابقاتی بود که مرحله فصل اول جودوی جهان بود. اکنون گرند اسلم که مقامش بالاتر است، چی افضلیت دارد؟ افضلیت گرند پری بر گرند اسلم در آن است که در پیش ما بازی‌های المپی داریم در پاریس در ماه آگوست. خل‌های گرند پری نسبت به گرند اسلم بلندتر است. گرند اسلم در برای جای یکم 1000 خل، برای جای دوم 700 خل و برای جای سوم 500 خل میتهد و این امکانیت میتهد به ورزشکاران جمهوری تاجیکستان و دیگر دولت‌ها صاحب خل‌ها شوند و روخت به بازی‌های المپی گیرند.
خب اکنون ببینید رمزی باز یک چیز دیگر است که نازکی در آن است که مثلا گران پری بود برای پهلوانان ما سبکتر بود شاید یعنی پهلوانان بودن برای انتخاب هایی که مقصد مرحلوی بود ولی ببینید که گران اسلام شد کار مشکل تر می شود باید نبرد هم زیادتر می شود من باوری دارم شما هم با عقیده من راضی هستید که در اینجا پهلوانان شورادیار شاید به اینجا بیایند بله سال 2023 در گران پری دوشنبه زیاده از 40 دولت جهان اشتراک کردند و تعداد اشتراکشان 315 کس بودند. این سال طبق همون درخواست‌ها اگر گیریم شروع شدند و این درخواست‌ها تا به 60 دولت جهان یا 70 دولت جهان و تعداد اشتراکشان از 450 تا 500 زیاد میشن چون که درخواست‌ها بعد یک ماه سر میشن برای فدراسیون روی کردن و ما میبینیم که چند دولت جهان اشتراک میکنند. البته در این مدت ممکن همون ستاره‌های جدای جهانی هم اشتراک میکنند در دوشنبه چون که خلعا مهم هستند در تلاش خلعا هستند و همون ستاره‌های جهانی جدا در گراند اسلم دوشنبه اشتراک خواهند کرد. خب از روی نظر شما فدراسیون جهانی گشتن جدا IGF برای دسته منتخب جمهوری تاجیکستان چقدر نفر و امکانیت میدهد که یعنی حقوق داریم برای شامل گردیدن به منتخب تاجیکستان و برآمد در گراند اسلم دوشنبه رو در نظر برای میزبان مسابقه گراند اسلم دوشنبه 2024 همچون میزبان مسابقه امکانیت پیدا میکنند که در یک وزن 4 کس اشتراک کنند یعنی 7 وزن بچه‌ها 7 وزن دخترها 4 کسی 28 کس تعداد اشتراکشان از جمهوری تاجیکستان در این مسابقه 28 کس باید باشند. همدیران عزیز اکنون 28 پهلوان ما میان منتخب جمهوری تاجیکستان هم مردان هم بانوان حقوق دارند در گراند اسلم دوشنبه اولین بار شرکت ورزند و خب رمزی شما به حیث داور درجه المپی هستید و دو جای میدونیم که امروز هم مقام شما در فدراسیون جهانی گشتن جدا خوب است از نگاه شما آیا تاجیکستان میتواند که داوران خودی را در این گراند اسلم لااقل بعد از شما دیگران نفر رو پیش بینی کند؟ البته تا حاضر همون هستن همون کاتگوری داوری که ما داریم همون داورایی که ما تیار کرده استودیم اینا کاتگوری ب دارن ولی برای نویل شدن با کاتگوری A یعنی با اون کاتگوری المپی وقت در کار در مدت 4-5 سال ما کوشش میکنیم که در آینده همون داوران جوان تیار کنیم که در آینده در بازی‌های المپی در چمپیونات جهان و در همین گراند اسلم و گراند پری اشتراک کنند و صاحب داوری شوند. در گراند اسلم دوشنبه فقط یک داور امکانیت دارد داوری کردن چون که ما دیگر داور نداریم چون که دولت‌های همسایه ما 2 تا 3 تا داور درجه المپی دارند و یا امکانیت دارند ولی ما نداریم. شروع از سال 2023 ما برای تیار کردن داوران شروع کردیم و در آینده ما امکانیت داریم که در مسابقه گراند اسلم دوشنبه 2 تا داور مونیم. خب درست گفتید چون سخن درباره داور رفت درباره اشتراک رفت و حتما به سرپرست هم مسابقات گذراندنش کار مشکل است. امروز در یک جایگی با فدراسیون جدای تاجیکستان چگونه سرپرستان هستند که تا این گراند اسلم با شکوه شامت سال گذشته برگزار گردد؟ بله به سرپرست و به دستگیری یگان مسابقه جهانی برگزار نمیگردد از فرصت استفاده برده من با پیشروی معظم ملت که یکی از پرزیدنت های جهان است که دوستدار ورزش است و رشد نمود ورزش یعنی رشد نمود جودو در جمهوری تاجیکستان هم وقت دستگیری میکند شهردار شهر دوشنبه رئیس محترم رستم امام علی برای دستگیری چنین مسابقه بزرگ یعنی گراند اسلم بزرگ همچون سرپرست کل به حساب می رود. فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان و رئیس محترم ما اسماعیل محمد ظاهر که ما شریک هستیم شریک برای فدراسیون جودوی جهانی ما امکانیت دادن که برای صاحب شدن همین گراند اسلم دوشنبه همچون سرپرست رئیس شهر و همچون شریک فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان دستگیری کرد. این بسیار یک کار مهم بود که برای دستگیری کردن همین مسابقه در دوشنبه از طرف رئیس شهر ما منتداری خود را بیان می نماییم که ما صاحب گراند اسلم شدیم. خب
تو جایی که بینندگان عزیز برای همگان معلوم است سال گذشته بسیار یک ویدیو های تبلیغاتی میرفت درباره دوشنبه معرفی تاجیکستان توسط این گران پری که در نظر داریم. خب توجیه میتواند که اکنون گران پری که در این قدر موقع تاجیکستان و شهر دوشنبه را بلند برداشت و گران اسلم هم میتواند که البته مقامدار شود و موقع فدراسیون جودوی تاجیکستان بعد از گذراندن گران اسلم چگونه میشود در بین دیگر فدراسیون؟ بعد گذراندن گران پری دوشنبه طبق همون آوازدهی جهانی گران پری دوشنبه صاحب همون رویداد سال به حساب میره، چون که از جهت همون ورزشگران، از جهت همون مخلصانی که به همه ورزشگران همچون مخلص بودند، این یک رویداد مهم بود و در حیرت آورد که تاجیکان چخیل با دیگر دولت ها همچون دوست و برادر هستند، چون که تاجیکان این دولت سرپرور است، دولت مهمان نواز است. ما یک بار دیگر تصدیق کردیم که تاجیکستان این دولت است که برای دیگر دولت ها همچون دوست و برادر و ما صاحب همون رویداد سال شدیم در جهان گران پری دوشنبه. در گرند اسلم دوشنبه ما کوشش میکنیم که همون تعداد مخلصانی که او سال بودند باز زیادتر شوند و مخلصی کنند. در اصل همدیران عزیز من باور دارم که مردم تاجیک، من بارها هم گفتم که دوستدار گوشتین بود، دوستدار گوشتین هست و باقی میماند. اون شماره زیادی مخلصانی که در مجمع ورزشی قصر تنیس و البته جای ورزش های آبی بود، بار دیگر جهان گوشتین جدا را به حیرت آورد. حتی مقاله ها برآمدن درباره شماره زیادی مخلصان که مردم تاجیک چگونه دلباخته گوشتین جدا هستند. خب با برگزاری گرند اسلم امسال هم من باور دارم شما مخلصان عزیز همیشه فعال هستید و در تبلیغ و تشویق گوشتین جدا سهمگذار میکنید. خب از نگاه شما رمزی حالا کدام مسابقه ها رفته استودند و حالا که شما با حیث دوار هستید بر کجا سفربر هستید؟ در ماه مارت در شهر تبلیس گرجستان گرند اسلم تبلیس برگزار گردد. من همچون داور از طرف فدراسیون بین المللی جهانی دعوت شدم و داوری میکنم. فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان با رئیس فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان اسماعیل محمد ظاهر کوشش میکند که ورزشگران جمهوری تاجیکستان دسته یکچین جودوی جمهوری تاجیکستان در همه مسابقه های جهانی اشتراک میکنند و این یکی از دستگیری‌های بسیار مهم است که از طرف فدراسیون و رئیس محترم ما همیشه برای ورزشگران یک تکان میده. خب من هم بارها با مخلصان گفتم، مخلصان مراجعت کردم و مخصوصا با پهلوانان میگم که اون شرایطی که امروز من مخصوصا در گوشتن جودو میبینم برای حیات منتخب کشور، اون شرایطی که از جانب فدراسیون جودوی تاجیکستان جدا گردیده است باید آنها رو یک نیروی بلند یاد، آنها باید مبارزه برند و در مخصوصا در دوشنبه گرند اسلم نبردهای شایسته کنند تا بار دیگر نشان دهد که ما هم میزبان هستیم، هم قدرتمند هستیم. از اینجا پهلوانان عزیز شما هم مراجعت میکنم که در این مسابقات با شکوه شامت با همون نبردهای خوب مهم است، اما آمادگی خوب باید باشد. خب رمزی بیایید یک لحظه دیگه می رویم با مرحله آمادگی. الکی شما بعد از اعلان گردیدن که حالا فکر میکنم یک روزی است بعد از اینکه ما صحبت میکنیم، الکی چی نقشه ها گرفتید؟ بعد از روز اعلان شدن همه مسابقه گرند اسلم دوشنبه در ماه مای، ما شروع از ماه یکم مارت به تیاری به این مسابقه آماده هستیم. همون تجهیزات های در کاری که از طرف فدراسیون بین المللی دستور داده شد ما باید به دست داریم و همون تالار تیار است برای گذراندن. ما همه شرایط برای ما مهیا است، چون که از طرف فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان
تعداد همون تجهیزات هایی که ما در کار بودن در گران پری ما به دست آوردیم و از فرصت استفاده برده با رئیس محترم ما اسماعیل محمد ظاهر من رحمت میگم که برای دستگیری به نهایت مهم برای گذراندن مسابقه های سطح جهانی همیشه دستگیر نیست. خب ما هم با شما مخلصان عزیز دعوت به آن میارم که بیایید این جشن ورزشی سال که گرند اسلمی که در دوشنبه میگذرد مهمه تاریخ 3 تا 5 بله برگزار میگردن، بیایید در یک جایگی این جشن گوشتین رو باز هم بلندتر مقامش کنیم. در یک جایگی در همبستگی ما میتوانیم پرزور و پرقوت شویم. پهلوانان عزیز شما نیز هنر اصیل خویش را برای جهانیان نشان دهید. ما میتوانیم که قدرتمندی خویش را در متحدی نشان دهیم. ما از سخن به عمل میرویم. عمل در آن است که در مرحله های آمادگی برای شما مژده خواهم رساند و تا کجا دوباره دوشنبه شهر دلارا میزبان این مسابقه خواهد شد وقت نشان میدهد. در آمادگی پیش از قهرمانی جهان بازی های المپیک گرند اسلم را در دوشنبه استقبال میگیریم. در کوب همه ما و شما است گرند اسلم دوشنبه جدا. رمزی با شما برور میخویم. سلامت باشید. سلامت باشید. با شما خیر خوش میکنیم. ما را همراه باشید. پیگیری برنامه های ورزشی باشید. خیر.